به نام خدا. بیننده های عزیز خدمتتون عرض سلام دارم. من در مورد کلیات بیماری‌های پوستی امروز میخوام کمی صحبت کنم خدمت شما. پوست ما همون جور که میدونید بزرگترین ارگان بدن ما هست. غیر از این که پوست ما بزرگترین ارگان بدن ما هستش، ارگانی هم هستش که بسیار زیاد از همه ارگان‌های دیگه جلوی چشم ما هست. در نتیجه مشکلاتی که پوست براش ایجاد میشه اهمیت زیادی داره. از یک طرف مشکلات پوستی آینه بیماری‌های داخلی بدن میتونن باشن، از یک طرف دیگه و البته از طرفی که کمتر به اون توجه شده میتونن آینه بیماری‌های روانی و مشکلات روحی روانی فرد باشن. من امروز میخوام در مورد یک مسئله خیلی ساده با هم صحبت کنیم. مسئله در اصل خیلی ساده است ولی در عمل مشکل. اگر شما مشکل پوستی پیدا کنید چه کار میکنید؟ شاید برای خیلی از بیننده های محترم این سوال در نگاه اول خنده‌دار باشه. معلومه ما به پزشک پوست، به متخصص پوست مراجعه میکنیم. من میخوام عرض کنم من به عنوان پزشکی که چندین سال هستش که در خدمت بیماران پوست بودم، مسئله به این سادگی نیست. از مردم ما کسایی که دچار مشکل پوستی میشن فی البداهه به پزشک و به پزشک پوست مراجعه نمیکنن. پس چی کار میکنن؟ دسته از بیماران به صورت اولیه به داروخانه مراجعه میکنن و از پرسنل داروخانه درخواست کمک میکنن. دسته از بیماران به فروشگاه لوازم بهداشتی آرایشی مراجعه میکنن و از اون درخواست کمک میکنن. دسته از بیماران به کسانی که به دروغ مدعی طب سنتی و گیاهی هستن مراجعه میکنن و از اونها درخواست کمک میکنن و قس علی هذا. و برای بیننده های خوبمون به خوبی واضح هستش که همچین کسایی نمیتونن کمک بکنن. فردی که توی داروخانه کار میکنه ولو که همکار محترم داروساز ما هم باشه، بیشتر دانش او درباره داروها هستش، درباره خواص داروها هستش. در مورد تجویز داروها آموزشی نداشته، مهارتی نداشته و به همین قیاس پرسنلی که توی داروخانه کار میکنن خیلی بیشتر توانایی انجام این کار رو ندارن. فردی که تو فروشگاه لوازم بهداشتی آرایشی کار میکنه به صورت فروشنده هستش و دانش اندکی در مورد خواص کرم‌ها، داروها داره. و همینطور کسی که ممکنه به دروغ مدعی طب سنتی باشه، اغلب مردم رو تحت درمان‌های قرار میدن که این درمان‌ها وجاهت علمی نداره. این مراجعه نابجا دو تا مشکل خیلی مهم برای بیمار ایجاد میکنه. یک، بیماریش خوب نمیشه و چه بسا بیماری باشه که بشه در مراحل اول کار بهش کمک بیشتری کرد، با این کار اون بهبودی اتفاق نمیفته و چه بسا فرصت طلایی برای درمان از دست بره. اگر این اتفاق هم نیفته مشکل دیگه ایجاد میشه. اغلب هزینه سنگین، هزینه گزاف، مخارجی برای کرم‌ها، مخارج سنگینی برای داروها پرداخت میکنه بدون اینکه هیچ نتیجه خاصی بگیره. نکته آخر این که به چه جاهایی مراجعه بشه. یا باید به جاهایی مراجعه بشه که متعلق به پزشکان دارای امتیاز مورد تایید نظام پزشکی و ترجیحاً متخصصین پوست هستند، یا به کلینیک هایی مراجعه بشه که دارای مجوز از طرف دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. تنها در صورت مراجعه به این جاها هستش که تضمین خواهد بود که سلامت فرد حفظ بشه و دچار زیان نابجای اقتصادی نشه.